کانال حامی دوباره. حالا من قراره تو این ویدیو امروز بهتون یاد بدم که چطور ما باید اکانت مایکروسافت درست کنیم. تو ویدیو قبلی بهتون یاد دادم که چطور با دوستان ماینکرافت بازی کنیم و تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که چطوری با حساب مایکروسافت درست کنیم که بتونیم ماینکرافت رو توی سرورها جوین ما هم با دوستامون بازی کنیم. هم نیاز به حساب مایکروسافت داره که تو ویدیو قبلی زیاد برای اینکه مثلا گنده نشه توضیح ندادم، ولی تو این ویدیو میگم این ویدیو مخصوص این هستم. آماده اید؟ پس 3 2 1 شروع میکنیم. خب برای اینکه اول ما این حساب مایکروسافت درست کنیم باید از اینجا شروع کنیم. نکنید وارد گوگل خودتون بشید. اینجا مثلا به سرچ کنید مایکروسافت اکانت. خب ساین اور کریت. خب اینجا وقتی رفتین، وقتی اینجا گزینه ساین رو بزنین، اینجا مثلا اینجا میاره کریت نیو. حالا من حساب دارم اونو ولش میکنیم، میذاریم کریت نیو ساین ویش. مثلا اینجا کریت ان اکانت رو میزنیم، مثلا اینجا یه ایمیلمون رو میزنیم. مثلا من سب کنید با یه ایمیل دیگه برم. خب بعد این که ایمیل رو وارد کردید گزینه نکست رو زدین، الان به اون ایمیلی که وارد کردید یه دونه کدی میاد که من میرم اون کد رو میزنم و الان برمیگردم. بعد این که مثلا اینجا با مشخصات ایمیل و اینا رمز اومد و براتون کد رو وارد کردین، اینجا به این بخش میرسه که اینجا شما ریجن ایران انتخاب نکنید، هر ایالات متحده انتخاب کنید. چون وقتی ایران انتخاب میکنید اون شما به عنوان بیزون ربات شناسایی میکنید، چون ایران کلا تحریم دیگه میرید که من دارم از فیلتر شکن استفاده میکنم. پس هیچ وقتی ایران نزنید. بذارید من پیدا کنم کشور. خب مثلا استرالیا. این تاریخ تولدتون هم بعد حتما طبق چیزی که موقعی که میخواید اکانت گوگل درست کنید طبق چیز اون موقع تاریخ تولد وارد کنید که من الان بعد برم ببینم یه لحظه. بعد از اینکه تاریخ تولد که موقع ساخت اکانت گوگل داشت چیز وارد کردید و برای اینکه اکانت رو بسازید و زدید، اینجا نیمتون مثلا من مینویسم هامی، نمیزنم نیک. بعدش اینجا هم تیکم آبی میکنید و الان شما میگه بعد اینو نگه دارید تا مثلا دورسنجی شو بفهمم ربات نیست. که این وقتی اوکی شد این سکنید الان درست میشه. لودینگ. این صفحه میاد که بازم میذارید اوکی. خب حالا میگه یک کد باید بیاد دوباره. این یه چیز دیگه. الان کد میزنم میام. حالا این بخش براتون میاد که شما میتونید مثلا اینجور از سرانگشت اینجور چیزای امنیتی رو بزنید که ما که فعلا نمیخواد بزنیم اسکی فور ناو. حالا شما اگه دوست داشتید اینو بزنید. حالا شما اکانت مایکروسافت دارید. حالا اکانت مایکروسافت رو ما چطور باید توی ماینکرافت وارد کنیم؟ وقتی وارد ماینکرافت شدین گزینه ساینین سعی کنم برم بهتون تصویر نشون بدم.
ماین حالا من اکانت دارم ولی برای اینکه به شما یاد بدم نگاه کنید. من اینجا برم اینجا من ساین اوت میکنم بدونشون. وقتی این کار کردین گلینه ساین رو بزن ساین ناو. بعد اینا بررسی میکنیم وارد این بخش میشیم. ساین وقتی زدید اینجا نصب کنیم چون من اکانت دارم نمیذاره دیگه چیزی وارد کنم ولی شما چون تازه واردید و اکانت ندارید میز اطلاعات اکانت وارد میکنید. بعد اینکه اطلاعات اکانت وارد کردید که ورود میکنه به ماینکرافت میتونید با دوستاتون بازی کنید وارد سرور و اینا بشید. حالا خداحافظ فعلا تا ویدیو بعدی.